میگن یه مردی میمیره و بعد مرگش میبینه توی باغیه پر از گلهای رنگارنگ و درختهای کهنسال و پرنده‌هایی که انگار دارن برای خودمون میخونن. یه خدمتکار میاد جلو و میگه قربان، هر چی بخواین من در خدمتتونم. هر غذا و هر تفریح و هر سرگرمی که دوست داشته باشید براتون فراهم میکنم. ببخشید دیگه، اما خدمتکار میگه اراده کنین، زیباترین زنها میان خدمتتون. مرد لبخندی میزنه و با خودش میگه عجب جاییه، همونی که همیشه آرزو داشتم. روزها میگذره و مرد خودش رو توی همه نوع خوشی و لذت غرق میکنه، اما کم کم همه چی تکراری میشه و احساس پوچی و بیهودگی میاد سراغش. یه روز خدمتکار صدا میزنه و میپرسه اینجا هیچ کاری نیست که من انجام بدم؟ خدمتکار خیلی مؤدبانه پاسخ میده شرمنده قربان، اینجا هیچ کاری نیست که انجام بدید، شما فقط لذت ببرید. مرد از جا در میره و داد میزنه یعنی چی که هیچ کاری نیست؟ اگر اینطوره اصلا من رو بفرستید جهنم. خدمتکار یه مکسی میکنه و با تعجب میپرسه قربان، تا الان خیال میکردین کجا بودین؟